آیا ثبت لوگو اجباری هستش؟ و اینکه هر کسی که کسب و کار راه میندازه یا برندش رو ثبت میکنه حتما باید لوگو هم در کنارش ثبت بشه؟ اصلا ثبت لوگو چه تأثیری در کسب و کار شما داره؟ امروز میخوام به این سوالات جواب بدیم، لطفا با من همراه باشید. خب اولین توضیحی که باید بهتون بدم، یه سریا هنوز فرق بین برند و لوگو رو نمیدونن. ببینید فرق بین برند و لوگو این هستش که لوگو شکل تجاری هستش و برند در واقع نام تجاریه. مثلا برند آدیداس که اسمش برندش آدیداس هستش و لوگوی آدیداس 3 خط هستش، پس این میشه لوگوش. این از سوال دیگه ای که خیلی ها میپرسن که حتما باید ثبت بشه و اجباری هستش لوگو ثبتش، نه اصلا اینطور نیستش و هیچ اجباری بابت ثبت لوگو شما نداریم. اما چرا پیشنهاد ما این هستش که شما حتما لوگوتون رو ثبت بکنید و مالکیت لوگوتون رو بگیرید؟ به خاطر اینکه شما وقتی که برندتون رو ثبت میکنید، وقتی یه لوگو در کنار برندتون باشه، اینجوری برندتون در واقع شناخته تر میشه و کسب و کارتون بیشتر رشد میکنه و باعث میشه که اون لوگویی که ثبت کردین، اون شکل تجاری که ثبت کردین تو ذهنهای مخاطب و مشتریاتون باقی بمونه. مثلا همون 3 خط آدیداس و وقتی که شما مثلا روی کتونی یا لباسی میبینید یاد آدیداس میافتید. پس این لوگوی تجاری یا در واقع شکل تجاری باعث میشه که اون کسب و کار شما بیشتر دیده بشه و در واقع یک تبلیغات در نظر گرفته میشه برای کسب و کارتون.